داستانی بهتون میگم متعلق مال چند سال پیش شیراز بودم. شیراز نگهبان بودم. یه همینجور گربه ای اومد به هم عادت کرد. شب سنسور گذاشته بودم به خاطری که بیا شب سنسور گذاشته بودم به خاطر هر چیزی که بیاد اونجا رد بشه خواب نیفتم. بیا پیشی، بیا عزیزم، بیا جونم، بیا فداش، بیا نترس نمیگم، بیا. به خاطر خواب بزرگ کار میکردم، شبا خواب میافتادم، سنسور گوشتن صدا داد بیدار میشدم. چند شبه صدا میداد بارنشم هیچی نمیدیدم. دیگه هم نشستم توی کمین تا صدا داد و بیرونشم نگاه کردم، من گربه ای دیدم. صداش شدیدم، گربه خودش برگشت نگاه کرد. چند بار اینجا صداش زدم، این اومد طرفم. طوری علاقه این گربه پیدا کرد که صبح که میرفتن سر کار تا ظهر این تو همون ساختمون دور رو میچرخید. ظهر که میمدن تو اتاق میرفتن بهش کالباس میگن، غذاش هم کالباس میدادمش، کالباس میدادم بهش میخورد، کنار دراز میکشید تا بلند شد ساعت 2 دیگه میرن سر کار، همراه میومد. اینقدر به من علاقه پیدا کرده بود، اینقدر دوستش داشتم که نگو. تا یه روز یه بنده خدایی اومد تو همون ساختمان، گربه رو دید، گوشی بهش باش بزن، گفت این میفروشیش؟ همینجور سهلکی من گفتم ها میفروشیمش. نخواهیم؟ گفت ها یه قیمتی برم گفتم نه شوخی میکنم، دلت میایی بفروشی؟ دیدم نه سبت سخته، یه قیمت برد بالاتر. گفتم نکن از این تو مسخره نکن، این قیمت من نمیارزه که داری میگی. گفت نه به خدا من 10 میلیون ازت میخرم. گفتم نه نمیدم 10 میلیون. گفتم نمیدم، یعنی واقعا دلم نمیومد بدم. بیا ندارم، به خدا ندارم گوشت، باید برم بعدم بخرم برات. ندارم عزیزم دیگه. گفتم 10 میلیون نمیدم، واقعا هم نمیدادم، خیلی دوستش داشتم. 10 میلیون هم مثلا برام خیلی بود اون موقع ها، خیلی نیاز و مبهم داشتم، ولی بازم دلم نیومد. دیدم نه این سخت وایسیده، رفت رو مرز مثلا 50 تومن، 60 تومن، 100 تومن رفت بالا. خدایا نکنی چه کاری توی گربگی داره میگه. گفتم اینایی که دیدم حقیقت کمی طمع برام داشت. گفتم بذار ببینم چی میشه یا خودش. من گفتم نه نمیدم. تا ماشین زانتیایی داشت، گفت به خدا قسم الان بدش به من ماشین زانتیا رو الان قولمه میکنم میدمت. اصلا ما تو حیران ماندم، این گربه چیه توش که نه گربه همچنان قشنگی بود، نه چیزی بود که بخواد اینا این حرفو میزد. دید نه سبت سخت. گفت خدا وکیله اگر این گربه رو داده بودی به من، از این گربه این زانتیایی که میدادم به تو در قبال 4 تا زانتی دارم در میاردم. جا خوردم. گفتم چطور مگه میشه؟ به خدا این گربه یه چیزی داره که هیچ کدومتون نمیفهمه، هیچ کدومتون نمیدونه. خیلی اصرار کردم جان تو بگو برم، اصلا تو میگی 4 تا زانتیا بیا، یه باشه مثلا یه واقعا اگر حقیقت داره بیا زانتیا بدم بیارم بره خودت. ولی راستشو بهم گفتم من فقط یک، اگرم نمیدیم فقط یه دستش بهم بده. این که گوه اصلا مثل گوشت جونم و کندم ریختم زمین. گفتم چه جا خوردم، خیلی ناراحت شدم. گفتم چه دستشو گناه نداره که بخوام دستش بکنیم. گفت دستشو من برای تلیسم دعا بخوام. یعنی این که گفت عشق چشام سرازیر شد. حس میکردم نگاه گربه که میکردم، گربه رو بی دست میدیدم، دل جیگرم کنده شده بود. بیسیدم چی گفتم و سلسه دادم. گفتم الان نمیگم این گربه، الان خودت گربه حاضر بودی دستت بکنم، چه حسی داشتی بعدش؟ به خاطر مال دنیا، به خاطر فلان. پسر دید من دارم گریه میکنم، جا خورد، ولم کرد رفت. دیگه ندیدم این پسر، ندیدم تا میخواستم بیام، ما محرمی شد و عاشورا، قبل از عاشورا بود، من بیام مرخصی. اومدم مرخصی و با اجازت
برگشتم رفتم این گربه هم چند بار هی اومده بودم مرخصی رفتم اونجا بود تکون نمیخورد. برگشتم رفتم گربه دیدم نیست. هر که اون برگشتم هر که صاحبکار سوال کردم قسم خوردم گفتم من ندیدیم. بعد جنسا اومده بودن خودشو گربه و برشو بردن. الان از همیشه از وجدان دارم. همیشه میگم چرا که من میخواستم بیام روستا این حمله خودم نبردمش. همه شو دلیلش خودم میبینم. میگم خودم باعث جون او شدم. احتمال 90% هم میدم که اونا اومدن بردنش. نظر شما چیه؟ قربونتون.